سلام، من ایلین هستم. چند ماه پیش تصمیم گرفتم به دبی مهاجرت کنم تا تجربه جدید در کار و زندگی داشته باشم. توی این کانال قرار از تجربیاتم براتون بگم، از کار پیدا کردن و هزینه‌های زندگی تا چالش‌ها و فرصت‌هایی که اینجا وجود داره. هدفم اینه که با اطلاعات واقعی و کاربردی به کسانی که دنبال مهاجرت به دبی هستن کمک کنم تا راحت‌تر تصمیم بگیرن و مسیرشون رو پیدا کنن. می‌دونید که دبی یکی از امن‌ترین و مدرن‌ترین شهرهای جهانه و هزاران نفر هر ساله برای کار به اینجا میان. ولی چطور باید این مسیر رو شروع کرد؟ توی این ویدیو میخوام براتون همه اینا رو توضیح بدم. چرا دبی مقصد مناسبیه؟ اول از همه فرصت‌ها. بازار کار. دبی به خاطر وجود شرکت‌های بین‌المللی و استارتاپ‌ها در حوزه‌های مختلف مثل فناوری، گردشگری، مالی و ساخت یکی از بهترین بازارهای کار در خاورمیانه است. درآمد بدون مالیات یکی دیگه از گزینه‌های مثبتشه. یکی از بزرگترین مزیت‌های کار در دبی اینه که درآمد شما کاملاً معاف از مالیاته، یعنی هر چی درآمد دارید برای خودتونه. گزینه بعدی امنیت بالا. دبی یکی از امن‌ترین شهرهای جهانه. اینجا حتی شما میتونید به عنوان یک خانم با خیال راحت شبا تو خیابون قدم بزنید. این چیزی که داره محیط بین‌المللیه. زندگی در دبی یعنی تعامل با افرادی از فرهنگ‌ها و ملیت‌های مختلف. اینجا تجربه جهانی و واقعی به دست میارید. حالا چالشایی که داره چیه؟ یکی از مهمتریناش هزینه زندگی در دبی. باید بدونید که زندگی در دبی اصلا ارزون نیست. اجاره خونه، حمل و نقل و حتی مواد غذایی ممکنه خیلی گرونتر از جایی که شما زندگی میکنید باشه. فرهنگ و قوانین. دبی قوانین خاص خودش رو داره که باید بهشون احترام بذارید. مثلا در فضای عمومی رفتار شما خیلی مهمه. بعدش اینه که رقابت کاری. به خاطر تعداد زیاد متقاضیان پیدا کردن کار ممکنه زمان بر باشه، پس باید آماده باشید. اولین قدم ها برای مهاجرت به دبی چیه؟ چجوری کار پیدا کنیم؟ وبسایت های کاریابی مثل لینکدین، گلف تالنت و ایندید هستن که پر از فرصت های شغلی برای کار در دبی هستن. شما میتونید رزومتون رو اونجا آپلود کنید و مستقیم با کارفرماها در ارتباط باشید. یکی از چیزایی که خیلی مهمه اینه که شما باید یه رزومه خیلی حرفه‌ای بسازید، مهارتاتون رو به صورت برجسته نشون بده. اگه به زبان انگلیسی تسلط دارید، حتما رزومتون رو به زبان انگلیسی بنویسید. دریافت ویزا و مجوز اقامت. ویزای کار. اکثر کارفرماها برای شما ویزای کار میگیرن، اما قبلش باید شغل مورد نظرتون رو پیدا کنید. ویزای بعدی ویزای فریلنسری هستش. اگه خود اشتغال هستید یا پروژه آزاد انجام میدید، میتونید از ویزای فریلنسری استفاده کنید. این ویزا به شما اجازه میده به عنوان یک فرد مستقل کار کنید که مطمئنا ازش به عنوان ثبت شرکت شنیدید که یکی از محبوب ترین راه‌ها برای مهاجرت و ویزای بعدی ویزای طلایی هستش یا گلدن ویزا که برای افراد متخصص یا سرمایه‌گذاران این ویزا پیشنهاد میشه. هزینه‌های اولیه چیه؟ پروازتونه، اقامت موقت هستش که میتونید اولش از هاستل استفاده کنید یا هتل آپارتمان ها یا شیرینگ روم ها و اجاره هم که خب اگه میتونید هم توی با بودجه رو اختصاص بدید برای اجاره یک خونه که خب هزینه‌اش بیشتر از هتل آپارتمان ها میشه. یعنی منظور از خونه حالا یه استودیو برای اول کار. و نکاتی که برای زندگی در دبی مهمه اینکه چجوری خب خونه پیدا کنیم که شما از وبسایت‌هایی مثل دوبیزل، پراپرتی فایندر ابزارهای خوبی هستند برای پیدا کردن خونه. اگه تازه وارد هستید مناطقی که نزدیک به مترو هستن مثل دیره یا بردوبی، ولی خب مناطقی که بیشتر محبوب ترن مثل داونتاون، بیزنس بی، جومیرا و مارینا هست. حالا حمل و نقل توی دبی به چه صورتیه؟ مترو دبی یکی از بهترین گزینه‌ها، سریع، تمیز و اقتصادی. اپلیکیشن‌هایی مثل کریم و اوبر هم برای تاکسی گرفتن خیلی مفیدن. نکات فرهنگی چیه؟ لباس مناسب در فضاهای عمومی بپوشید و به قوانین مربوط به مصرف الکل و رفتار در اماکن عمومی احترام. توی این ویدیو از مزایا و چالش‌های دبی گفتم و اینکه چجوری میتونید اولین قدم‌ها رو برای مهاجرت بردارید.
اگه این موضوع براتون جالبه یا سوالی دارید حتما توی کامنت ها بنویسید. ویدیوهای بعدی رو از دست ندید چون قراره درباره هزینه‌های زندگی، پیدا کردن کار و اقامت‌های مختلف و کلی موضوع دیگه صحبت کنیم. یادتون نره کانال رو دنبال کنید.